بیاین که نماز به شکل ما فرا بگیریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اون شکل میخواد. یک بار شستن فرض تمام شد، ما فرض تمام کردیم. نماز عصر یا دیگر 4 رکعت است که تمام 4 رکعتش فرض می باشد. وقتی که آواز صاف شد دیدیم که هر 3 ما یا هر 4 ما به جهت نماز خواندیم که بیخی مخالف قبله بوده است. و دست دیگه میخوایم به دیگر طریق، یعنی کسی به این طریق هم میشوه اشکال نداره. آقا با این دست میگیرم. اگر شما احساس میکنید که در نماز شما کدام اشکال است یا اگر این سوال در ذهن شما مطرح شده است که آیا نماز ما مطابق با نماز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است یا خیر، اگر دوست دارین بفهمین که پیامبر گرامی اسلام چگونه نماز ادا میکردند، یا اگر فکر میکنین کلمات و عبارات را که من در نماز میخوانم چی معنا و چی مفهوم میرسانه، اگر در ذهن شما سوال خلق میشه که من مسافر شوم نماز ما مکمل بخوانم یا خیر، کدام مسافت من مسافر گفته میشم، نماز ایستاده بهتر است یا نشسته، آیا اگر من نشسته و ایستاده نماز نخوانم به پهلو میتونم نماز بخوانم یا خیر، چی عمل در نماز ما فاسد میکنه، چی عمل در نماز ما مکروه میسازه و کدام موارد در نماز مباح است، سوالات دیگه که در ذهن شما میگرده و همچنان طریق ادای نماز که به شکل و شیوه درستش از وضو گرفته تا سلام گشتاندن به شکل مفصل تشریح شده است از یولرنا فراموش نکنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.